عرض تهیه دمپخت میگو. پیازا رو نگینی خورد میکنیم، با کمی توغم تفت میکنیم. سیر به پیازها اضافه میکنیم. سبزی مایی اضافه میکنیم، خوب تفت میکنیم. میگوها رو پاک میکنیم و رگگیری میکنیم. میگوها رو اضافه میکنیم و با شعله بلند تفت میکنیم. زردچوبه، فلفل قرمز، پودر لیمو عمانی، پودر پیاز، کمی نمک اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. تمر هندی رو با آب بلند حل میکنیم، اضافه میکنیم و برای تمر رنگ بهتر بگیره دمپخت من یک قاشق رو به گوجه اضافه کردم. در این مرحله برنج رو که از قبل خیس کرده بودیم رو اضافه میکنیم. با شعله ملایم 45 دقیقه تا 1 ساعت دمپخت میگو آماده است. نوش جان.